سلام علیکم. خب فقط تو بین لوکیشن هایی که مثلا تا حالا نرفتیم و اینا، فقط دو تا مونده. در اصل یکی اون یه دونه دیگه خیلی کوچیکه و من برگه تقلب هم دیگه آوردم روی کامپیوتر دیگه. آشکار تقلب میکنه. خب تقلب نیست، چون ببینید میتونم بگردم همینا رو پیدا کنم، ولی میخوام کوتاه بشه تا حد ممکن. حقیقتا خودم منتظرم زودتر برسیم به قسمت های چیزش، به قسمت های آخرش DLC هاش و اینا، چون که اونا خیلی باحال‌تره. بر خودم حداقل یکم بیشتر تازگی داره نسبت به اینایی که الان هست. خب یک گرابه و اون یارو. یا خوب شد، خوب مسیر اون اتفاقا همینجا بود. این از این بنده خدا. بعد بنده خدای دیگه هم پایینه اینا. اینا هم برای فارم خیلی خوبن، چون پول زیاد دراپ میکنن. کلا تو این بازی فارم لازم نمیشه انقدر که پول مول زیاده. وای این الان آسونه، خب بعدا یه جای دیگه دهنمون سرویس میکنه. خفه شو، ازت خوشم نمیاد، بمیر. همجوریش هم رو اعصابم، ولی کمتر، چون که بعدا خیلی میره رو اعصاب دیگه. نگاه برو بالا دیگه مردی که احمق. چی اینجا بایستدی؟ وای اصلا نمیتونم تحمل کنم، از الان بهش فکر میکنم اعصابم خورد میشه. ریدم به دهنه. اوکی تو خوبی. یه چیز جالبی البته در موردش هست. این قبیله ماف ها همشون انگار یه جورایی چیز بودن، نمی جنگیدن، هیچ وقت سلاح نداشتن. بعد این بنده خدا و یک بنده خدای دیگه، اینا استثناً تنها ماف های جنگجوی توی بازی بودن. خب حالا که تا اینجا اومدیم بریم پایین. یه دونه گراب، یه چارم با اون ابیلیتی دش فلان. ببینم این نیل مسترز گلوری من دارم؟ نه ندارمش. من از کجا باید بگیرم جدا؟
تو اینجا که نیست که. واقعا یادم نیست از کجا باید میرسه. اوکی. خب ای مردک پوفیوز که سری قبلی پول نداشتیم بهمون یاد ندادی. حالا دیگه یاد بده. 800 گرون کرده. خدا سری قبل کمتر میخواست بگیم. آخه ابیلیتیش هم زیاد کاربردی نیست. یعنی خب واسه اینکه بازی رو 100% کنیم دیگه لورش رو قبلا گفته بودم فکر کنم مهم نیست. آره اینم اینه. خب تا الان کل ابیلیتی که یاد گرفتیم کاربردی ترین و بهترینش اینه. بعدش اینم خوبه ولی من زیاد استفاده نمی کنم که میشه اینجوریش هم کرد. اینم خوبه ولی من معمولا هر موقع اینو میام میزنم بعدش میرم تو کله یارو و دمیج میشم، یعنی نمیتونم فاصله شو در لحظه محاسبه کنم. اینجا یادم نیست چه پاداشی داشت بکنم اون گرابا رو میرفت میجا. میدونم که این الان بزنم چیکار باید میکردم دقیقا. بیاین دیگه. آه همین دیگه. اصلا نمیدونم جریانش چیه، یعنی این کی بوده مرده چی بوده اینا. اینو بعدا باید برم نگاه کنم. از اینجا فکر کنم بریم به اعماق زمین. اون ته تهش یه مقداری جیو هست. Ja. اینجا چیه؟ هنوز زدم. خیلی عجیبه، نمیدونم این دقیقا چرا تو بازی هست. نه این تیکه هنوز یکم برام گنگه.
هنوزم میره پایین. اینجا دیگه تهش، هنوزم تهش نیست. خیلی عجیبه واقعا اینجا. بعد تهش میرسیم به اینشنت بیسین، اینش هم جالبه. بعد باز میره پایین تر، بعد میرسیم به اینجا در آخر و مقدار زیادی پول، تا اونقدرم زیاد نیست. آره خلاصه من نفهمیدم داستان اینجا هیچ وقت. نگاه رو مپ هم خوب نشون نمیده، ولی خیلی پایینی من. باز باید ای همه را بریم بالا. بله خب سفر بیهوده‌ای بود نسبتاً، ولی یه دونه گراب نجات دادیم و الان باید بریم برای اون تیکه اونوری که اون ممنون این یارو کو؟ اینا رو فقط باید سریع کشت، چون معمولا هیچ وقت میس نمیکنن. چارممون از اینجا باید بگیریم. یکی از بهترین چارمای بازی کویک سلش، سرعت اتک با نیل زیاد میشه. پیور آقا من در ضمن برای این یک تئوری دارم. این یک نیل سمیث باستانیه، مال اینشن سیویلیزیشن، همین که یک پشته. بعد این تو بک‌گراند هم که میبینین این شمشیرها و اینا هست، قشنگ مشخصه. من پشت یکیش وایسادم. خب طبیعتا اینا رو هم این ساخته. بعد سلاح یک بنده خدایی که حالا جلوتر تو بازی میبینیم که اصل کاری داستان بازی دقیقا شبیه اینا هست. حالا درست اینا خیلی وقت پیش منقرض شدن، ولی اسم میکنم نمیدونم، شاید هم خیلی وقت پیش منقرض نشه. یعنی نمیدونم، احساس میکنم این ساخته سلاحشو، نمیدونم چجوری بگم، زیاد اثباتی براش ندارم، ولی کلا یه همچین حسی دارم. خب آره اینم گرفتیم، اونم زدیم. حالا بریم دوتا گراب که اون بره، این ولیه گراب نیست. یه دونه درخت، اون گراب هم توی هایون. خب بس هیچی دیگه، فقط آدم درختر بریم تموم. NPC هم هست که الان زیاد کمکی بهمون نمیکنه، بعدا
اینم میام برش. وای کاش میشد حافظم پاک کنم دوباره برم. خدایا بعض وقتا که حس افسردگی میده این حالت. حتی درخت واسه 100% کردن لازم نیست واقعا، ولی خب دیگه این جزوش حساب نمیشه دیگه. به هر حال بریم، چون الان اسنس بیشتر از حد نیازمون داریم. ریدم. ممنون. آره اینجا یک بخش خیلی مهمی هم داره که اونو کلا توی یک اپیزود جدا ضبط میکنم بعد از اینجا و یه تیکه دیگه. ولی آره دیگه کم کم داریم میرسیم به قسمت های باحال کار. نگاه دیر بزنیش تمام. گندوک درخت کجا میفته؟ آها نیاز سریع بزنی تمام. حالا بگیریم دنبال درخته زده این پایینه دیگه. اینجا نبود که. نگاه دیوز، یعنی چیزایی که فکر نمی کنی بخورم میخوره به داخل. پایین تره. یه بار یادم همینجوری داشتم اینا رو جمع میکردم دیگه چیزی نموندد مثلا آخرش. بعد به همون تیکه آخرش که رسیدم یه دونه از همین پرایمال اسپیدا هم نه که توف میکنن
یکی زد، رفتم عقب، از صفحه خارج شدم، رفتم تو منطقه بعدی، بعد همه اینا ریست شد. یعنی اصلا خیلی اعصاب خورد کنن. کجای اون یکی دیگه؟ شت. بیا الانم همینجوری شد. نه وای. ای گوه تو. خیلی ممنون، عالی بود. خب دوباره اصلا یعنی حواسم نبود، یادم نبود که اونایی که مونده میره، فقط اونایی که یعنی مونده میاد. خب الان اینجا تمومه دیگه. آره دیگه، آره تمومه. خب حالا بریم واسه هایو.